در شهر ترسونزاده جشن بهار و زیبای روز مادر با ارجگذاری و گرامیداشت به بزرگی زن مادر تجلیل گردید. رئیس شهر ترسونزاده کل زنان و بانوان را با جشن رسمی دولتی روز مادر صمیمانه مبارکباد گفت. مفصول تاکید داشت که حکومت جمهوری تاجیکستان در دوام سالهای اخیر یک قطار سندهای معیاری حقوقی را به تصویب رسانید که همه آنها پیش از همه برای تامین زندگی آسوده و بلند برداشتن مقام و منزلت زن مادر در جامعه نگرانده شده است. او قید نمود که در همه گونه موفقیت‌های شهر ترسونزاده عقل و ذکاوت زنان و دختران منطقه و فعالیت پرثمر ایشان احساس می‌گردد. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی نیز برای فعالیت همه‌جانبه زنها امکانات‌های مساعد فراهم آورده جلب آنها را به کارهای جمعیتی همیشه در مد نظر دارد و وظیفه‌های زیادی راهبری کننده و پیشبرد کارهای جمعیتی را با باوری تام به ذمه آنها سپرده است. با یک قطار زنان فعال و سابقه‌داران شهر ترسونزاده از جانب راهبریت مقامات محلی افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سپرده شد. در انجام چهاربینی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و هنرمندان خانه فرهنگ شهر ترسونزاده برنامه رنگین کنسرتی را پیشنهاد اهل تالار گردانیدند. همچنین کارمندان ساحه تندرستی شهر ترسونزاده نیز روز مادر را در بیمارخانه مرکزی شهر جشن گرفتند. سردکتر بیمارخانه شهر تاج‌الدین یتیموف همه کارمندان ساحه تندرستی را به عید مادران تهنیت گفته تاکید نمود که طی سالهای صاحب استقلالی حکومت دولت تاجیکستان در سمت دستگیری زنان و مادران و بلند برداشتن مقام و منزلت آنها تدبیرهای زیادی عملی می‌نماید. محض با شرافت استقلالیت و وحدت ملی مقام بانوان با معرفت و جسارتمند تاجیک در عرصه سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، علم و معارف و اجتماعیات استوار گردید. به خاطر احترام و ارجگذاری به زحمت زن مادر به یک قطار زنان فعال و سابقه‌داران مهنت از جانب راهبریت بیمارخانه شهر ترسونزاده افتخارنامه و تحفه‌های ارزشمند تقدیم کرده شد. و تمام خوشی‌های زندگی را آرزو می‌نمایم.